1 اکتبر سال 2022 در تاجیکستان موسم تیرمویی دعوت به صف قوه‌های مسلح تاجیکستان آغاز یافت. این معرکت 2 ماه تا 30 نوامبر دوام خواهد کرد. بنا به اطلاع رسمی ولایت مختار کوهستان بدخشان 5 ناحیه وادی رشت و همچنین جماعت چارکو و واروخ شهر اسفره الکی در ساعت‌های اول روز اول شروع دعوت تیرمویی از اجرای نقشه دعوت گزارش دادند. از جمله رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان علیشیر میرزانباد روز 1 اکتبر در مراسم با تنطنه گسیل نواسکران در خاروخ در برابر دعوت شدگان از سراسر ولایت به اینجا آورده شده گفت: ما افتخار از آن داریم که مسئولان شهر و نویه‌های ولایت نقشه دعوت را در روز اول اجرا می‌نمایند. این عنعنه نیک در معرکه امسال نیز رعایت گردید و اطمینان کامل داریم که آن من بعد نیز ادامه خواهد یافت. همین طور روز 1 اکتبر دعوت شوندگان از نویه‌های منطقه رشت در میدان یک قسم حربی در نویه رشت گرد آورده شدند. گفته می شود که نقشه دعوت حربی را نویه سنگوار 100%، لخش 100%، تاجیک‌آباد 101%، نورآباد 101% و رشت زیاده از 100% اجرا کردند. خاور خبر داد که در بین دعوت شده‌ها 30 نفرش فرزندان منصبداران دولتی می باشند. قبلا گزارش شده بود که وزیر مدافع تاجیکستان شیرعلی میرزا اخیراً از کمیسرهای حربی تقاضا کرده است که بیشتر فرزندان منصبداران را به خدمت حربی جلب کنند. این در واکنش به انتقادهایی است که می گفتند ارتش تاجیکستان به ارتش بچه‌های کارگر و دیقان و آدمان بی‌صاحب تبدیل یافته است و کسی از منصبداران یا آنهایی که پشت زور دارند فرزندانشان را از خدمت ارتش خلاص می‌کنند. طبق فرمان پرزیدنت امامعلی رحمان، خدمتچیان حربی که مهلت مقرر گردیده خدمت حربی را ادا نمودند ماه‌های اکتبر نوامبر سال 2022 از صف قوه‌های مسلح قشون‌های سرحدی، قشون‌های داخلی وزارت کارهای داخله، قشون‌های مدافع گرجدانی کمیته ولایت‌های فوق‌العاده، بریگاد پاسبانی کننده سرریاست اجرای جزای جنایتی وزارت عدلیه و بتالون کشاورزی اگنتی تامینات اموال مخصوص جواب داده شده. به جای آنها جوانان سال تولدشان از سال 1995 تا 2004 به خدمت دعوت کرده می شوند. دعوت به صف قوه‌های مسلح تاجیکستان هر سال 2 مرتبه در بهار از 1 اپریل تا 31 می و تیر ماه از 1 اکتبر تا 30 نوامبر دوام می کند. هر موسم دعوت به ارتش در تاجیکستان همراه با شکایت‌ها از ابله یا احاطه‌گیری جریان می گیرد. ابله یک شیوه اصلا غیر قانونی است که کارمندان کمیسریات‌های حربی و مقامات محلی جوانان سن و سال دعوتی را در کوچه و بازارها دستگیر کرده به خدمت می‌فرستند. در بسیار موارد خویش و تبار جوانان ابله شده تنها بعد چند روز خبر می‌یابند که نزدیکان گم شده‌شان را به ارتش بردند. فعالان جامعه شهروندی از رهبران تاجیکستان چندین بار دعوت کرده بودند که به این تجربه ابله که آبروی دولت را می‌ریزاند نقطه گذارند.